بسم الله الرحمن الرحیم. با وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال صحت و عافیت نصیب شما بگرداند. و بعد طرح مختصر توضیحی و تطبیقی در مورد حجاب شرعی که توسط شیوخ کرام ترتیب شده است از جانب مایان منظور است. از طرف وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات تطبیق گردد. در تطبیق همراهشان استر محکمه، وزارت ارشاد حج و اوقاف، وزارت معارف، وزارت داخله، ریاست عمومی استخبارات، همه خطبا و واعظین همکاری کامل نمایند. و سلام مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان. ضمیمه طرح مختصر توضیحی و تطبیقی مربوط حجاب شرعی، کاپی به استر محکمه، وزارت ارشاد حج و اوقاف، وزارت معارف، وزارت امور داخله، ریاست عمومی استخبارات. طرح توضیحی و تطبیقی مختصر در مورد حجاب شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه مدت زیاد در سطح کشور جهت به حجاب ساختن زنان به طور منظم و متداوم پروگرام ها به کار انداخته شده بود، باز هم 99% زنان با حجاب ملت غیور و جهاد پرور حجاب را به طور اصل شرعی و عنعنه پرشکوی افغانی را رعایت می کنند. باقی 1% هم چون که هیچ عذر شرعی و موانعی وجود ندارد همین حکم شرعی و واجب را مراعات کنند. حکم حجاب برای زنان مسلمان و اصیل بالغ رعایت کردن حجاب شرعی فرض و ضروری است. تعریف حجاب: جسمی که به هر قسم لباس پوشانیده شود حجاب نامیده می شود، اما آنقدر نازک نباشد که بدن آشکار گردد و نه آنقدر تنگ باشد که نمایندگی از اعضای بدن کند. اقسام حجاب: چادری که در میهن عزیز از قرنهای متمادی بدین سو یک بخش کلتوری با عزت افغانی است، قسم بهترین حجاب است. 2. به نام حجاب لباس سیارنگ مروج و چادر هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشد. 3. بدون موجب از خانه نبر آمدن برای رعایت کردن حجاب شرعی از همه اولتر و بهترین صورت است. موارد رعایت کردن حجاب: آن زنانی که از لحاظ عمر کهنسال و یا خردسال نباشند در صورت روبرو شدن با مردان نامحرم جهت خودداری از فتنه روی خویش را بدون از چشمه ها مطابق هدایات شرعی ضرور بپوشانند. فواید رعایت کردن حجاب: 1. حجاب شرعی امر الله تعالی و رعایت کردن آن اطاعت از امر او است. 2. حجاب شرعی امتیاز زنان مسلمان اصیل است. 3. زنان با حجاب از نافرمانی و گناه در امن می باشند. 4. از عزت و وقار برخوردار می باشند. 5. از شر و فساد مفسدین مسئول می باشند. 6.
با آسانی شکار دسایس اشخاص و حلقات فتنه انگیز نمی شوند. طریقه و مراحل تطبیق حجاب. اول، ترغیب. یک، از طریق رسانه ها و منبرها حکم، اهمیت، فواید حجاب و اضرار بی‌حجابی بیان نمودن. دو، در بازارها، پارکها و موارد عام درباره حجاب کلمات ترغیبی نوشتن و در این باره استیکرها نصب نمودن. دوم، تنبیه و ترهیب. یک، زن بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و به ولی اش توصیه شود و تنبیه گردد. دو، در قدم دوم ولی اش بر ریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد. در قدم چهارم ولی اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد. کدام زنایی که در ارگانهای مربوط امارت اسلامی کار میکنند و حجاب را رعایت نمی کنند از وظایفشان سبکدوش شوند. اگر خانمها و دختران مأمورین و منصوبین حکومتی حجاب را رعایت نمی کنند وظایفشان تعلیق می شود.